امسال ها موسم زمستان نسبتاً گرم و معتدل و کمبارش به نظر می رسد. چنین تغییریابی آب و هوا از نظر متخصصان ساحه کشاورزی به کار دهقانی مخصوصاً در ساحه باغداری تأثیر ناخوب می‌گذارد. البته در ناحیه‌های جنوبی ولایت ختلان موجه‌بندی درختان بسیار ساده و نهال‌های نوبر به مشاهده می‌رسد. البته به این وضع گرم شدن آب و هوا مخصوصاً در دوره زمستان باعث گردیده است. اکنون عامل اساسی انجام دادن تدبیرهای ایریگاسیونی دانسته می‌شود. اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در ناحیه جیهون تمام خواجگی‌های دهقانی را در حدود همه جماعت‌های دهات با آب پالایزی تامین کردند. این حال ما از سببی که خشک آمدن باده‌های امساله ما با مردم با آب پالایزی تامین کرده ایستادیم که در آینده حاصلی فراوان به دست بیارند. چیزی که می‌بینید در همه جماعت‌هایی که جماعت 5 کم سنگیر و استقلال و وحدت ملی ما با آب پالایزی تامین کرده ایستادیم. طور عالمان ساحه اظهار داشتند انجام چنین تدبیرهای ساحوی با پیشگیری از موجه‌بندی درختان مساعدت می‌کند. ما در اینجا برای امروز جمع اومدیم که تو با کشاورزان فهمونیم که امسال کم بشه حرارت هوا گرم آمد در این منطقه با واسطه یخابانی راه پیش گرفتن کشتشوی غنچه ها را پیشگیری نماییم. باغپروران ناحیه جیهون با قطع شدن موسم آبیاری کنی امکان نداشتند که سبزوات و باغ‌های میوه‌شان صادراتی را آبیاری کنند. 1 هکتار باغ داریم، 3 هکتار پیاز، کارتشکایی همون پخته هم چیکار می‌کنیم نصیب باشد. انا اوتی پیشگیری انمین بیدارشوی هوا گرم آمده است ایروی همون ما حدود استودیم با فایده همون درخت و چی با پیشگیری همین پیش بیدارشوی که بر وقتتر بیدار شود آینده گفته نمیشود ممکن خنک شود تاثیر میکند برای همون ما یک خوب داده استودیم. با تغییریابی اقلیم چنین حادثه های نسبتاً گرم آمدن زمستان در تجربه روزگار وجود دارد. تنها همکاری با عالمان ساحه کشاورزی ضرور است. از نگاه علمی آبمانی ذخیره کنی اهمیت کلان دارد. پیش از همه درختان را با آب تامین میکند. یعنی درختان را تو آبیاری وگتاسیونی با نمناکی تامین میکند. پیش از همه یعنی در ترکیب خاک موجود بوده ضرر رسان‌ها را نابود میسازد. فعالیت میکروارگانیسم ها را بلند میبردارد. دوره موجه‌بندی رستنی ها را تا 2 هفته عقب میپرتاید. کشاورزان ناحیه جیهون در تامین بازارهای داخلی با سبزوات تر و تازه نقش مناسب دارند. اساساً استحصال کننده محصولات پیاز و میوه های صادراتی زحمتکشان ناحیه جیهون دانسته میشوند. ما خود مشاهده کردیم که با گرم آمدن دوره زمستان الکه پیاز در سبزش خوب و حاصل قرار دارد. اکنون دهقانان دسترسی با آب پالایزی را مهم معنی داد میکنند. ما خوجگی دهقانی عبدالله و عبدالخالق 2 هکتار زمین داریم. 1 هکتار پیازی مای همه هر هکتارش 35 تن گرفته هستیم. بارندگی نشد اینا آب داده هستیم. اینا پیاز خیلی اینا کمتر کلان شد. واقعا هم تصمیم مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و ریاست بهداشت زمین و آبیاری به منفعت کار است. اگر دهقانان با همین طرز انکشاف با سرعت درختان را به تأخیر ناندازند در ادامه سردی های فصل 10 یا خنکی های اول بهار حاصل را برهم خواهند داد. گرچنده که موسم آبرسانی قطع گردیده باشد هم با آب ما را تامین کردند و تمام باغ و تاکزارها را ما عین حال با آب ذخیروی مانده ایستاده‌ایم و زمین‌های دیگر زمین‌های کشاورزی از جمله زراعت‌های پیاز و دیگر زراعت‌ها را نیز با آب پالایزی تامین نموده‌اند. یکی از منفعت‌های این آب پالایزی که ما عین حال مانده ایستاده‌ایم منفعت آن است که حشرات‌های ضرررسان کم می‌شود. کسلی‌هایی که با درختان و دیگر زراعت‌ها ضرر می‌رسانند کم می‌شود و
то мавсими обои вегетатсионӣ боғҳоро бо намнокӣ таъмин менамоянд. طبق نقشه‌چورابینی‌های ریاست بهداشت زمین و آبیاری در ولایت ختلون در همه شهر و ناحیه‌های ولایت آبیاری کنی کانال‌ها شروع شده به همین وسیله به کار دهقانان کمک و تا بهار کرخ نمودن نهال‌های میوه‌دهنده مساعدت می‌کنند. در اساس دستور سپارش‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی که با نقشه های آبمانی ذخیروی و یخابمانی ترتیب داده شده است، در اساس آن کارها رفته ایستادند. شهر نویا برای گذراندن یخابمانی و آبمانی ذخیروی با آب پلیزی تامین است. من عین حال ما در ناحیه جیهون قرار داریم. ناحیه جیهون با آب پلیزی تامین بوده، عین حال آب جاری هستند.